حضرت دامولا در آب در دریا می افتد. مردم زیاد جمع می شوند، التماس میکنند، زارا میکنند که خیر حضرت بیا دستی مبارک تونه شما را از آب بیرون کنیم، غرق نشوید. هر چند که میکنند التماس میکنند، دامولا دست دراز نمیکنند. در این وقت خواجه نصرالدین میآید. خب پیش میدرد، دامولا را میگه که حضرت کامی دستی ما را بگیرید تا شما را از آب بیرون کنیم. خب دامولا دست دراز میکنه، دامولا را از آب میکشند، میبرارند بیرون میکنند. مردم حیران میشوند که ما اینقدر زاره کردیم، دامولا دستش نداد. این چی سحر بود یا چه حکمت داشت که خواجه نصرالدین به یک گفتن دامولا دستش دراز کرد؟ از خواجه نصرالدین میپرسند. او در جواب میگه که در همین قدر سال شما هنوزم اینا رو نشناخته، اینها به دادن عادت نکردن. شما گفته که حضرت دستی مبارک تونه بته، باید میگفته که حضرت بگیر دستی ما را.